حتی در خردترین سن و سال کودکان بر رفتار والدان خود نگاه میکنند و از آنها نسخه برداری می نمایند. شاید شما دقت دادید که کودک 1 سالتان تلفن شما را گرفته به گوشش مانده الا گفتن می خواهد. او می بیند که شما با تلفن چنین می کنید و تقلید می نماید. یا مثلا مادر مویهای خود را شانه می کند. دخترک خردسال زود رفته دست به موی خود می کشد، گویا شانه زنی را تکرار می کند. این قوه تقلید در کودک یک واسطه اساسی آموزش است و ما می توانیم از آن به نفع تربیت استفاده بریم. یکم، رفتارهای نیک را خود پیشگیری کنید تا کودک هم بیند و آموزد. مثلا اگر می خواهید کودک کلمه درست و خوشامد را استفاده برد، خودتان هنگام با او بودن لطفاً، تشکر گفتن را زیاد کنید. وی هرچند خرد است زود می آموزد که این کلمه ها قسم مکالمه هر روزه می باشد. یا اگر خواهید کودک کتابخوان گردد، بگذار او شما را دست به کتاب بیند. حتی اگر هنوز خواندن نتواند، می بیند که پدر یا مادر با جدیت کتاب می خوانند و این به او تاثیر می کند. دوم، احتیاط کنید که رفتارهای نامطلوب خود را نیز کودک تحت نظر دارد. مثلا اگر شما عصبانی شده در حضور کودک با کسی بلند گپ زنید یا چیزی را هوا کنید، کودک می تواند این را معیار قابل قبول شمارد. بسیار مشاهده شده است که حتی لحظه های بحث ناچیز عائلوی در چشمان کودک خردسال اثر می گذارد. او می تواند گریه کند یا به هراس آید. پس تلاش نمایید که اگر نزاع با شوهر، زن یا کسی دیگر دارید، آن را دور از کودک حل کنید یا با نرمی. این معنای آن را ندارد که پدر و مادر باید کامل باشند. نه، ما هم انسانیم. ولی اگر هنگام فرزند در نزدیکی بودن خطا کردیم، حتی یک کودک 2 ساله را هم می توانیم آرام کرده شهر دهیم. ببخش، آچد امروز کمی عصبی شد، لیک حالا همهش خوب است. من تو را دوست می دارم. او همه سخن را نفهمد هم لحن آواز شما را حس می کند. خلاصه کودک خردسال مثل آینه از پس شما رفتار می کند. اگر می خواهید در او خصلت پرورید، خود آن را نشان دهید. اگر چیز را دور داشتن می خواهید، در حضور او نمایش ندهید. این مسئولیت بزرگ می نماید، ولی باور کنید که کوشش شما می ارزد. شما نه تنها کودک بلکه خود را نیز بهتر می سازید. شما دیدید که کودک خردسالتان یگان کار شما را تقلید می کند. چگونه این شما را وادار کرد که به رفتار خود دقت بیشتر دهید؟ شرح شما را در کامنتاریا انتظاریم. سرپرست برنامه ما شرکت لیندویت. لیندویت با ویتامین د، قطره از ویتامین آفتاب.